آسیا و این آخرین کشتی این رقابت‌ها خواهد بود بین محمد رضا مختاری و علیرضا عبدولی. این عبدولی‌های کشتی استان خوزستان ماشاءالله روز به روز و سال به سال بیشتر و بیشتر میشن و در رقابت‌های آسیایی و کشوری میان میدرخشن و کادر فنی تیم گروه ملی آیه سعید عبدولی یکی از افتخارات کشتی کشور استان خوزستان هم به عنوان مربی در گروه ملی صنعتی فولاد ایران حضور داره. بریم همراه بشیم با آقای عامل عزیز با گزارش زیبای استاد خوبم آقای عامل عزیز. خواهش می‌کنم آقای صالحی، خسته نباشید به شما و همه عوامل همکارانم در پخش شبکه استانی خوزستان، تهیه کننده محترم آقای پناه، تهیه کننده شبکه ورزش و همچنین کارگردان و تصویربرداران و صدابرداران، همچنین جناب عالی آقای صالحی و همچنین آقای آریان زمانپور که رقابت‌ها رو به شکل ایدئال پوشش دادن و این آخرین کشتی هست. همونطور که فرمودید 8 پیروزی تیم گروه ملی فولاد ایران کسب کردن، 1 پیروزی تیم نفت و گاز زاگرس. این آخرین کشتی هست، آخرین مبارزه. محمد رضا مختاری کشتیگیر شیرازی که در مسابقات قهرمانی آسیا و موفق قهرمان آسیا بشه، در مسابقات جهانی اسلو پنجم شد و 1 قدمی مدال پیش رفت. در مسابقات نظامیان جهان هم موفق شد مدال طلا بگیره. حالا برای عبدولی تقاضا اخطار میشه، مورد موافقت قرار میگیره، 1 امتیاز میگیره. اسکوربورد دچار مشکل میشه. ببینیم که اسکوربورد دچار مشکل میشه که اسکوربورد درست میکنن و برمیگردیم به مبارزه. کشتی 1 بر 3 به نفع محمد رضا مختاری کشتیگیر شیرازی. آقای سالار آقاولی به سود خودش میدمه، داور وسط به دنبال برانداز، یه لحظه برانداز داره اجرا کنه مختاری، موفقه به دنبال برانداز. حالا سعی میکنه تبدیل کنه به سالتو برانداز. مختاری حرف زد داره توشک بکنه، همچنان سعی میکنه حریف توشک بالا بیاره، به دنبال دیفت کردن، یه سوبلس و موفق میشه 2 امتیاز بگیره از حریف خودش. های تاجیک 2 امتیاز رو میده به حریف خودش. حالا به کشتیگیر های تاجیک قافی مبارزه 2 امتیاز رو برای مختاری در نظر میگیره به درستی و رأی تایید میکنه رأی آقای آقاولی رو. 2 رأی از 3 رأی در داوری معتبر هست. دسترشاخ یک بار دیگه سعی میکنه که مختاری با کمرگیری از حریف خودش امتیاز بگیره. تماشاگران نوجوان و باز هم تشویق میکنن. حالا مختاریه که سعی میکنه حملات عبدولی رو خنثی کنه. عبدولی هم پا پس نمیذاره. علیرضا عبدولی که عبدولی ها در اندیمش یه جورایی میشه گفت یه طایفه هستند و باز هم در سعی میکنه پیچ کمر رو به اجرا بذاره. یک بار دیگه در تلاش هستن که بتونه 3 بر 0 میاد تا یه پیروزی دیگه کسب کنه. البته نظر تیمی دیگه نتیجه این نداره. آقای سعید عبدولی، آقای ایرج قلاوند صحبت میکنند. و آقای مجید رمضانی و آقای قیتاسی این حرکت آهسته اینجا پارو رد میکنه، حرفو به این شکل سوبلس میکنه و موفق بشه با یه پرتاب 1 امتیاز از او 2 امتیاز از او بگیره. کشتی رو 3 بر 0 میکنه. حالا یه مقدار عبدولی کار کنه به مختاری، محمد مختاری. بله، آقای سیاوش بختیاری زاده است پیشکسوتان فوتبال استان خوزستان. برای مقدمشون گرامی میداریم. یه فوتبالیست میاد کشتی تماشا میکنه، واقعا ارزشمند هست.
آقای بختیارزاده و مقدم همه بزرگان ورزش رو در سالن گرامی می‌داریم. رقابت با شکوهی بود، نور پردازی خوب، تزیین سالن، صوت، نور، همه چیز ایده‌آل بله، بود. شور و حال بسیار بالا آقای عامل. در کنار تماشاگران پرشور و مؤدب خوزستانی. تقاضای اخطار برای دومنده آبی، یک امتیاز فنی برای دومنده قرمز. خدمتتون عرض کردم طبق عرفی که هست یه مقدار کار کنه اخطار خواهند داد به مختار. ببینیم عبدولی میتونه امتیاز بگیره یا نه. کارت زرد داده میشه. به مربی آقای علی قیتاسی. به دنبال اینجا فن برانداز هست. صدر برانداز به اجرا بذاره از همونجا صدر تبدیل بکنه به سالتو برانداز. مختار اینجا کار نمیده. یک بار دیگه عبدولی به دنبال برانداز هست. صدر برانداز به اجرا بذاره، رو میکنه از همونجا صدری که کمر حریف مانو خود کنه که او هم ناموفقه. چه امتیازی نداره که شقوسی که انجام میشه در نظر گرفته نمیشه. 3-1 به نفع دوبنده آبی. مختاری حساب شده کشتی میگیره، اصلا پخته تر کشتی میگیره، همه جای کشتی کار میکنه. 1 دقیقه و 40 ثانیه. آی سالار رقابری تذکر میده که انگشتان رو نگیرید، گرفتن انگشت خطا هست. بازم عبدولی یه حمله، علیرضا عبدولی یه حمله یورش. مختاری هم کاشیری که خدمتتون عرض کردم قهرمان نظامیان جهان شده، قهرمان آسیا شده، در جهانی هم 5م شد تا یه قدمی مدال پیش رفت. حالا ببینیم که چه خواهد کرد در مقابل این کاشتگی. همچنان دیری کتفان حریف خودش میزنه. باز هم در سرگردان مهار میکنه و سعی میکنه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. علیرضا عبدولی تلاش خودش رو بیشتر و بیشتر میکنه، اما با حرف قدری باز هم در تلاش هست که میتونه پای مختاری رو از توشک خارج کنه. مختاری به مزی منطقه قرمز نزدیک میشه، با یه چرخش کار خنثی میکنه. تقاضای اخطار میشه برای مختاری. یک بار دیگه در تلاش هست که بتونه شرایط برای تمرگیر خودش مهیا کنه. اخطار برای دوبنده آبی، امتیاز فنی برای دوبنده قرمز در نظر گرفته میشه، در حالی که 30 ثانیه 32 ثانیه از وقت کشتی باقی مونده. عبدولی همچنان سرگردان مهار میکنه، سعی میکنه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. یک بار دیگه در حالی که کمتر از 20 ثانیه با پیروزی فاصله داره مختاری تا اینکه بتونه دومین پیروزی رو برای تیم نفت و گاز زاگرس برمقام بیاره. اما از تیمی دیگه تیمش تثبیت شده، پیروزیش 8 پیروزی کسب کرده. گروه ملی فولاد ایران در اینجا وقت به اتمام میرسه. بانجین 3-2 موفق میشه محمد رضا مختاری عبدولی رو شکست بده. تماشاگران مورد تشویق قرار میدن مختاری رو. بیاد در کنار آقای سالار عاقبلی قرار میگیره. نتیجه کشتی تیمی 8-2. تیم گروه ملی فولاد قهرمان میشه. تیم نفت و گاز زاگرس دوم و تیم